خب سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیزم. بنده سپهر بختیاری هستم از وبسایت پیشکاروب.com و توی این ویدیو قراره که خیلی از پایه آشنا بشیم با مفهوم وبسایت و کلماتی که در زمینه وبسایت ممکنه به گوشمون خورده باشه و معنیش هم بدونیم شاید ولی مفهومش رو ندونیم. این ویدیو قراره که مفهومش رو ما بررسی بکنیم. احتمالا وقتی میگیم وبسایت اولین چیزی که به ذهنتون میاد صفحه‌های رنگی رنگی و جذابه، مثل گوگل، اینستاگرام یا فروشگاه اینترنتی. اما پشت این ظاهر ساده‌ای که ما میبینیم یه دنیای پیچیده و شگفت انگیز هست. حالا دقیقاً وبسایت چیه؟ ببینید، به زبون ساده وبسایت مجموعه‌ای از صفحات مرتبه و مرتبط که از طریق اینترنت به هم وصل شده. اگر بخوایم یه وبسایت رو در نظر بگیریم، یک کتاب، هر صفحه پایین صفحه کتاب شماره صفحه رو می‌نویسه، مثلا صفحه 1 2 3. اون 1 2 3 لینکیه که برای اون صفحه است. با توجه به اون لینک ما متوجه میشیم که الان توی کدوم صفحه هستیم. وبسایت که خود کتاب است، حالا ما با این لینک ها میتونیم تو صفحه ها ورق بزنیم، یعنی رو لینک های مختلف کلیک بکنیم و وارد صفحه های مختلف و بخش های مختلف کتاب بشیم. حالا این نکته جالبم راجع اولین وبسایت بهتون بگم. اولین وبسایتی که کلا ساخته شد، یه صفحه سفید و یه متن مشکی ساده بود، المان دیگه هم نداشت. ولی الان خب خیلی وبسایت مختلفی هستش و میلیون ها وبسایت ما داریم و خیلی کاربردیه تو دنیای امروز، جزء مهمترین مفاهیم تکنولوژی دیگه. اگر که وبسایت رو ما یک ساختمون واقعی در نظر بگیریم که توی دنیای اینترنت ساخته شده، مشتریایی که میان توی اون ساختمون، اون فروشگاه، خب کاربرامونن و جنسایی که میخوان بخرن میتونن از طریق وبسایت تهیه بکنن. انگار که مثلا وبسایت یه ساختمونه، مشتریا که همون کاربرا باشن میان داخل ساختمون، میان داخل فروشگاه ما که یه دامنه‌ای داره که دامنه رو توضیح میدیم حالا جلوتر. نمیخواستم از اسم دامنه استفاده کنم، برام یه مقدار توضیح دادنش سخت میشه. از یه لینکی میان استفاده میکنن و وارد فروشگاه ما میشن و خریدشون رو انجام میدن. همونطوری که توی یک فروشگاه معمولی و ساده هنوزم این کارو انجام میدیم. ممکنه هنوزم خیلیاتون خریدهاتون رو به صورت حضوری انجام بدید. دقیقا همون اتفاق توی یک وبسایت فروشگاهی میفته. این به نظر من خیلی جالبه. شما همزمان دو تا انسان نمیتونن توی یک موقعیت مکانی باشن، میتونن نزدیک به هم باشن، میتونن کنار هم باشن، ولی نمیتونن دقیقاً جای هم دیگه باشن. وبسایت هم دقیقاً همینه، یعنی هر لینکی که شما میزنید یک صفحه منحصر به فردی رو به شما نشون میده. حالا میتونن دوتا صفحه شبیه هم باشن، دوتا لینک محتواشون مثل هم باشه، اما هر لینک اختصاص داده میشه به یک صفحه و این یه جورای الگوبرداری از دنیای حقیقی ماست و برای این اجرا شده که ما بتونیم وبسایت های متعددی رو داشته باشیم و همینطور کاربرها بتونن راحت وبسایت ها رو پیدا بکنن و مقصودشون برسن. مفهوم اولی که ما ممکنه توی در واقع دنیای وب وقتی وارد میشیم به گوشمون بخوره، کلمه به اسم فرانت اند. فرانت اند یعنی چی؟ تا حالا به این فکر کردین که وقتی وارد یه وبسایت میشید چرا همه چی مرتب و تمیز و زیبا ترتمیز طراحی شده و چیده شده؟ حالا وبسایت های در واقع با کیفیت و معروف ما داریم مثال میزنیم دیگه. یکی از خاصیت وبسایت ها هم همینه که شما توی هر جای دلت میخواد در واقع طراحیش بکنی. فونت ها، رنگ ها، دکمه ها که کلیک میکنیم، تصاویر، همه بخشی از فرانت اندن. به زبان ساده فرانت اند همون چیزیه که کاربر میبینه و باهاش تعامل داره. وقتی روی یه دکمه کلیک میکنیم یا یه فرم پر میکنیم، این فرانت انده که داره به ما پاسخ میده. مثال فرض کنید که وارد یه رستوران شیک میشیم، اون دکوراسیون، اون منو و حتی میز و صندلی هایی که میبینیم همه فرانت انده. حالا اگر رستوران و وبسایت در نظر بگیریم، همه فرانت اند اون رستوران، فرانت اند اون وبسایت هستن. بعضیا فکر میکنن که فرانت اند خیلی چیز مهمی نیست و بک اند مهمه. یه چیز جالب بهتون میگم، یه تحقیق نشون داده که 94% از اولین برداشت کاربرا از یه وبسایت به طراحی و فرانت اند مربوط میشه. پس ظاهر خیلی مهمه، یعنی این نیستش که موضوع مهمی نباشه. و اولین برداشتی که کاربر وقتی وارد وبسایت شما میشه داره یک شخصیت، یک کاراکتر منحصر به فرد از وبسایت شما باید داخل ذهنش
ساخته بشه. خود ما انسان‌ها رو در نظر بگیرید. خب هر انسانی یک شخصیت متفاوتی داره. اگر من بیام شخصیت خودم رو از یک فرد دیگه کپی برداری بکنم، عین اون مو به مو شبیه به اون رفتار بکنم، فرضاً که ناممکن رو ممکن بکنیم و همه چیم عین اون بشه، خب شخصیت منحصر به فردی قطعاً توی چشم دیگران نخواهم داشت. مثلا فرض بکنید که من شخصیتم رو شبیه فلان شخص بکنم، خب شما متوجه میشید که آقا اگر هم من رو ببینید هم فلان شخص رو ببینید، متوجه میشید که شخصیت من منحصر به فرد نیست و من الگو برداری کردم از اون شخص. این میتونه تأثیر منفی توی اعتماد شما نسبت به من بذاره. بنابراین اینی هم که یه عده میرن وبسایتاشون رو صفحه اصلیش رو کپی میکنن، کپی برابر اصل یک صفحه دیگه، یا یه امضا برای خودشون طراحی میکنن و همه وبسایت‌ها رو شبیه هم میسازن. اینم جالب، حالا اگرم جالب باشه کاربردی خیلی نیست. بخش دومی که باید راجع به صحبت بکنیم بک‌اند هستش که ممکنه به گوشتون خورده باشه. خب حالا ظاهر رو که شناختیم، ظاهر سایتو، وقتشه که بریم سراغ مغز متفکر وبسایت، یعنی بک‌اند. بک‌اند همون چیزیه که شما نمیبینین، همون چیزیه که همه اجزای یک وبسایت بهش وابستن اما دیده نمیشه. در واقع مثل مغز ما میمونه. اگر وبسایت رو یک انسان در نظر بگیریم، بک اند میشه مغز انسان، فرانت اند میشه چهره انسان، چیزی که ما میبینیم، و بک اند مغز متفکر است. اگر که وبسایت رو یک ماشین در نظر بگیریم، بک اند موتور ماشینه، فرانت اند نمای حالا اون شکل ظاهری ماشینه، اون طوریه که چراغاش طراحی شدن. اگر که مثال رستوران که زدیم، اگه فرانت اند رو همون رستوران فرض بکنیم، بک اند میشه آشپزخونش. وقتی شما غذا سفارش میدی، در واقع این سفارش به آشپزخونه میره، اونجا آماده سازی میشه، پردازش میشه، در واقع پخته میشه و میاد یه نتیجه رو به شما میده که شما فقط نتیجه رو میبینید. شما نمیبینید که مثلا توی اون هنگامی که داشتن اون غذا رو برای شما میپختن چه کارهایی انجام شده. شاید بتونید حدس بزنید و شاید هم بدونید، شاید هم خودتون یه آشپز باشید و بدونید، اما در اون لحظه نمیبینید و نتیجه رو شما میبینید به عنوان یک مشتری رستوران. حالا وقتی ما غذا سفارش میدیم، انگار که داریم توی وبسایت یه فرمی رو پر میکنیم، فرم ثبت نام رو مثلا پر میکنیم. این سفارش میره به آشپزخونه، میره کجا؟ میره تو بک‌اند. بک‌اند با دیتا سر و کار داره، یعنی با اطلاعات سر و کار داره، با اون فرمی که شما مثلا میگم شما توی فیلد به این چیزای مربعی که شما داخلش اسمتون رو مینویسید بهش میگم فیلد نوشته. وقتی شما توی اون فیلد بالاش نوشته نام، اسمتون رو مینویسید، از اون فیلد بک‌اند میاد دیتا اصطلاح داده است، اصطلاح اطلاعات، از اون فیلد گرفته میشه. مثلا میگه خب اینجا اسمشو نوشته مثلا علی، این علی رو بک‌اند برمی‌داره ذخیره میکنه. این فرایند برداشتن و ذخیره کردن کاریه که بک‌اند انجام میده. بک‌اند با دیتا سر و کار داره، از ذخیره کردن اطلاعات گرفته تا پردازش درخواست‌های کاربرها. این هم دیگه به شکل خیلی ساده بک‌اند رو توضیح دادیم. مفهوم بعدی در واقع که حالا من یه چیزی بگم، ممکنه که یه چیزی شنیده باشیم، اونم این که آقا وبسایت ها رو با کد نویسی میسازن. کد نویسی بچه‌ها مثل حرف زدن، مثلا زبون انگلیسی و فارسی و زبون اسپانیایی و کد نویسی هم زبونهای مختلف داره. خب یه ذره بریم عمیق‌تر بشیم. آقا اصلا کد نویسی یعنی چی؟ یعنی چی من کد می‌نویسم این اتفاق میفته؟ فرض مثلا من این کد رو می‌نویسم، چه اتفاقی درون کامپیوتر میفته که موجب میشه کدهایی که ما می‌نویسیم زبون‌های مختلفی داشته باشه و این زبون‌های مختلف نتیجه‌های مختلف به ما بده. فرض کن من یه چراغ قوه دستم میگیرم، من کامپیوتر یکم، یه چراغ قوه دستم میگیرم، شما کامپیوتر 2 کیلومتر از من فاصله داری، شبه میبینی من 3 بار چراغمو خاموش روشن میکنم، 3 بار چراغ قوه‌مو خاموش روشن میکنم، شما از 2 کیلومتر اونورتر بدون هیچ مانعی وایسادی و شبم هست میبینی. پالس زدم من به دیگه 3 بار زدم، 3 بار
چراغ روشن خاموش، روشن خاموش، روشن و خاموش. 3 تا پالس زدم به شما. حالا من قبلا شما رو یه جای دیدم، میگم آقا اگر من 3 تا پالس زدم یعنی این سمت نیا، مثلا اینجا گرگ هست. خب شما از این پالس من چه نتیجه‌ای رو میگیری؟ که گرگ هست، چیزی که قبلا تعریف شده برات. کامپیوتر هم همینه، با پالس زدن که حالا اصطلاحاً بهش میگن 0 و 1 و اینا، یه سری پیام کامپیوترها به هم میدن. ما با کد نویسی این پیام ها رو مشخص میکنیم. کد نویسی هم زبون های مختلف داره. مثلا ممکنه تو یه زبونی بگن آقا 3 تا پالس یعنی گرگ اینجا نشسته، توی زبون دیگه بگن آقا 3 تا پالس خرس اینجا نشسته، 2 تا پالس گرگه. توی زبونی ممکنه بگن آقا اگر یه دونه پالس زدم یعنی بیا اوکیه. توی زبونی ممکنه بگن آقا اگر یه دونه پالس زدم یعنی اصلا اینجا خطرناکه، بهتره که نیاید. من اون اوایل که میخواستم طراحی وبسایت رو یاد بگیرم بچه‌ها، خیلی برام سوال بود که آقا الان ما مثلا یه منو میبینیم این بالاست، بالای وبسایت، یه چیزی میبینیم، متنی میبینیم مثلا یه ذره پایینتر از اون منو است، بعد یه متنی میبینیم مثلا ته وبسایت. خب اینا چطوری میشه که چیدمانش رو چطوری تنظیم میکنن؟ چطور میچینن این متون رو؟ و خب این خیلی جای سوال داشت برای من. این کار رو HTML انجام میده، زبون برنامه نویسی HTML رو میشه بهش گفت اسکلت وبسایت. ما میتونیم HTML رو اسکلت یک وبسایت در نظر بگیریم. یه مثال ساده بخوام براتون بزنم. فرض کنین شما میخواین یه خونه بسازین. اولین کاری که میکنین ساختن اسکلت خونه است. دیدید این آپارتمانایی که میسازن مثلا گاهن نصف کاره است و فقط یه اسکلت داره، اون اسکلت HTML هست و ما این اسکلت رو میتونیم به HTML تشبیه بکنیم. جالب بدونید 86% وبسایت های دنیا بیسشون روی HTML هست، پایه‌شون رو از HTML استفاده میکنن. مفهوم بعدی، زبان بعدی که میتونیم باش آشنا بشیم CSS. حالا CSS چیه؟ ما اومدیم آقا اسکلت رو ساختیم دیگه، اسکلت ساختمون رو چطور میتونیم ظاهرش رو زیبا کنیم ساختمونمون رو؟ اینجاست که CSS وارد بازی میشه. CSS به ما اجازه میده رنگ‌ها، فونت‌ها، انیمیشن‌ها، اینا همه اینا وقتی ما میبینیم روی یک وبسایت، اینا در واقع CSS مثل لباسیه که مثلا به اون ساختمون میپوشیم. بدون CSS سایت فقط یه ساختار ساده و بیروحه، فقط متنه. و حتی شما اگر بخواید متنا رو از راست به چپش رو بکنید، از چپ به راست دایرکشنش رو، باز بعد از CSS استفاده بکنید، ولا غیر. وگرنه یه چیز به هم ریخته است، همون اسکلت هست. شما توی ساختمونی که فقط اسکلت باشه نمیتونید زندگی بکنید. اگرم بتونید ظاهری نداره کارتون، خونتون. CSS هم همینه. شاید بتونید با بدون CSS خود 100% شما میتونید یه فرم بسازی، ولی اون فرم ظاهر زیبایی نخواهد داشت. بخش بعدی که ما باش سر و کار داریم توی بخش فرانت اند، ما هنوز تو فرانت اندیم دیگه. اینی که من فرانت اند و بک اند رو توضیح دادم بچه‌ها، فرانت اند HTML CSS و جاوا اسکریپت. بخش سومش میشه جاوا اسکریپت. تا حالا شده وارد سایتی بشید که به نظر زنده میاد؟ من خودم خیلی این حس رو تجربه کردم. وارد یه وبسایتی میشم احساس میکنم که این وبسایت خیلی حرفه‌ای طراحی شده، انگار روح داره این وبسایت و زنده است. مثلا دکمه رو وقتی کلیک میکنی یه اتفاقی میفته، یه متنی نشون میده بدون اینکه صفحه ریفرش بشه مثلا. یا وقتی موس میره رو تصویر مثلا یه اتفاقی بیفته، یه متنی ظاهر بشه، یه رنگی به اون تصویر داده بشه، یه چیزی تغییر بکنه. اینا جادوی جاوا اسکریپته و این جادوها مربوط میشه به علم جاوا اسکریپت که زیر مجموعه علوم فرانت اند هست، زیر مجموعه زبانهای کدنویسی فرانت اند هست. جاوا اسکریپت به زبون برنامه نویسیه که در واقع یه زبون برنامه نویسیه که سایت رو از حالت ثابت در میاره و بهش زندگی میبخشه. جاوا اسکریپت مثل الکتریسیته میمونه که وسایل برقی خونه رو روشن میکنن. همه اینا در کنار هم تشکیل یک فرانت اند بسیار حرفه‌ای رو میدن. میخوایم بریم توی بخش بک اند. بک اند چی هست؟ اولین زبانی که ما، خب بک اند رو که توضیح دادیم چی هست. اولین زبانی که با
در واقع توی این اسلاید ها میخوایم توضیح بدیم و مرتبط با بکنده زبان PHP هستش. در واقع PHP یه زبون سمت سروره که به ما اجازه میده سایت رو داینامیک بسازیم. داینامیک یعنی همون اصطلاحاً یه سری کارا بشه سایت، یه سری قابلیت بهش اضافه بشه دیگه. مثلا همون ذخیره کردن اطلاعاته، این میشه داینامیکینگ. مثلا غیر تخصصی باز بخوام براتون بزنم، فرض کنیم میخوایم توی سایت ثبت نام بکنیم، اطلاعاتو که وارد میکنیم دکمه ثبت رو میزنیم، از اینجا به بعد PHP که اطلاعاتو پردازش میکنه و ذخیره میکنه. و همین، خیلی ساده. شما با PHP میتونید حتی فانکشنای مختلف بسازید. بگید که آقا اگر کاربر اومد تو این کارو کرد، مثلا میگم ما 2 مفهوم داریم تو PHP که تو آمار احتمال هم حالا بچه‌ای که رشتهشون ریاضی بوده باشه متوجه میشن. تو آمار احتمال هم ما این مفهوم رو داشتیم، مفهوم و مفهوم یا. تو آمار احتمال یه دونه 7 میکشیدن میگفتن این یا، یه دونه 8 میکشیدن میگفتن این و. درست نادرستا بود اونا. تو PHP هم ما همینو داریم، بهش میگن که در واقع ما یه مفهوم و یا داریم تو PHP و توی کدامون استفاده میکنیم. خیلی کاربردیه. مثال میزنم برای شما. میگم آقای بک‌اند، من اینا رو همه رو به زبون کد میگم به سرور. میگم که اگر که کاربر اومد توی فرم ورود به حساب کاربری، اومد یه یوزرنیم، یه نام کاربری وارد کرد و یه پسورد وارد کرد، ما 2 فیلد داریم میگیریم از HTML. 2 فیلد داره برای ما پر میشه تو HTML و قرار پردازش بشه با PHP. چطوری پردازش میشه؟ پردازش یعنی این که میگه آقا اگر این 2 فیلد یکیشون خالی بود. چطوری میگه یکیشون خالی بود؟ میگه فیلد نام کاربری، فیلد پسورد، این 2 فیلد دیگه، فیلد نام کاربری خالی بود یا فیلد نام کاربری خالی بود. اینجا از مفهوم یا استفاده شد. چرا؟ میگه هر کدومش خالی بود شما یه ارور بده، بگو آقا لطفاً فیلدا رو کامل کن. خب من الان کجا بفهمم؟ پس اینجا از یا استفاده کردیم که آقا وقتی یا میاد در واقع همه فیلدا باید اون خاصیت رو بگیرن دیگه. مثلا همه فیلدا باید پر شده باشن. حالا میگیم فرضاً که پر کرد، بریم سراغ مرحله بعدی پردازش. تو مرحله بعدی پردازش ما میگیم که آقا خب الان ما یه نام کاربری میخواستیم، یه پسورد میخواستیم، اینو جفتشو وارد کرده. میگیم آقا نام کاربری و، حالا دوباره مفهوم و استفاده شد، نام کاربری و پسورد جفتش باید درست باشه و باید تطابق داشته باشه. پسورد باید متعلق باشه به اون نام کاربری که تو دیتابیس هست و اگر هر کدوم اینا تطابق نداشت شما ارور بده و اجازه ورود نده. اینجا از مفهوم و استفاده میکنیم. وقتی میگه مفهوم و یعنی همه اینها در واقع باید پر باشن. وقتی ما از مفهوم یا استفاده میکردیم میگفتیم آقا وقتی از مفهوم یا استفاده میکنیم میگیم آقا یکیش بالاخره خالیه، اگر یکیش خالی بود شما اجازه نده. خب ما اونجا تو در واقع بررسیمون این شکلی بود دیگه. میگفتیم آقا حتی اگر یه دونش یعنی یا این خالی بود یا اون خالی بود اجازه نده. در واقع از مفهوم یا استفاده میکردیم. حالا اینجا ما از مفهوم و استفاده میکنیم و توی مفهوم و همه فیلدها باید یک شکل باشن، همه فیلدها باید با هم ست باشن، همه فیلدها باید شبیه و هم باشن. ما فهمیدیم PHP کارش پردازشه. بخش بعدی که میخوام راجع به صحبت بکنم بخش دیتابیسه. ببینید ما اطلاعاتی که توی یک وبسایت دریافت میکنیم و داریم به دو شکل، 2 جنسه. یکی متن، یکی فایله، مثل عکس. دیتابیس همون جایی که اطلاعات متنی رو ذخیره میکنیم. مثلا وقتی توی وبسایت فروشگاهی ثبت نام میکنیم، نام کاربری و نمیدونم رمز عبور و اینا همه تو دیتابیس ذخیره میشه. عکس پروفایل ما توی سرور ذخیره میشه، توی پوشه هایی که توی هاستمون تشکیل میدیم در واقع ذخیره میشه.
حالا هاست و دامنه هم که مفهوم بعدی بعد براتون توضیح میدم. دیتابیس مثل یه انبار بزرگی که همه چی توش دسته‌بندی میشه و هر وقت لازم داشته باشیم به راحتی میتونیم پیدا بکنیم هر اطلاعاتی رو که بخوایم. هاست مفهوم نهمیه که ما می‌خوایم راجع به صحبت بکنیم. ببینید اگر وبسایت رو یه خونه شبیه بکنیم، اون زمینی که ما این خونه رو توش ساختیم در واقع هاست هستش و هاست جایی که فایل های سایت روی اون ذخیره میشه و وقتی کسی وارد سایت میشه از هاست این اطلاعات رو لود میکنه و هاسته که این اطلاعات رو در واقع روش ذخیره شده و به کاربر نمایش داده میشه. مفهوم بعدی دامنه است. دامنه یا همون آدرس سایت، مثل آدرس خونه است. حالا ما زمینش رو گفتیم، این آدرس خونه است. شما با وارد کردن دامنه به هاستی که فایل ها روش ذخیره شده میرسین. مثل اینه که به جای اینکه مختصات جغرافیایی خونه رو بدونین، آدرسش رو میدونین. خب به راحتی میتونین پیداش بکنین. آدرسش چیه؟ آدرسش دامنه است. ما باید یه آدرسی بلد بشیم که بتونیم به اون خونه برسیم دیگه. اون خونه رو چی بنا شده؟ رو زمین. زمینه چی بود؟ هاست. آدرس چیه؟ دامنه. خیلی ساده و سریع من سعی کردم که همه چی براتون جمع بندی بکنم. امیدوارم که لذت برده باشید. روز شما بخیر و خدا نگهدار.